وزارت تندرستی تاجیکستان شام 9 سپتامبر خبر داد که در یک شبانه روز آخر در جمهوری 12 حالت نو گرفتارشوی شهروندان به بیماری کرونا ویروس نو کووید 19 به قید گرفته شده. در عین زمان 14 نفر پس از معالجه از این بیماری شفا یافتند و خوشبختانه کسی نفرفتید است. در مجموع از اول به قیدگیری پاندمی تا شام 9 سپتامبر در کشور 17054 نفر گرفتار سرایت کرونا ویروس نو کووید 19 به قید گرفته شده. از این شماره تا ثانیه ذکر گردیده 16915 نفر یا 99.2% شفا یافته. متاسفانه 124 نفر از این بیماری جان باختند. از آمار رسمی وزارت برمی آید که تا شام 9 سپتامبر در تاجیکستان چه در شرایط خانه و چه در بیمارستان همگی 15 نفر از کرونا ویروس تبابت می گرفتند.